هنگام مارشیروفکا دانشجویان از درس قفا میمونن، پروگرام درسی را از خود کردن نمیتونن. من خودم معلم شده کار میکنم. از همین حساب گروه من خیلی در نتیجه مارشیروفکا اشتراک کردن از درس قفا موندن. این معرکه سیاسی باید اشتراک کنند دانشجویان، اون عکستر میشه، لیکن چیز خوبتر میشد که دانشجویان بعد از مارشیروفکا با اومده ایلواگی درس ها میخوندن، بهتر میشد. مارشیروفکا عموما یگان تاثیر به دانشجویان نمیرساند، ولی اینکه همه دانشجویان باید پاتریوت شوند و باید اشتراک نمایند به همه مارشیروفکا. با دانشجویان فایده هم نیست، گرمی دم میسوزن میگردن، یک خیلی جای نویای دوردستن مثلا چخیلا کانیکولی که میشه مثلا باید ویران خونهشون استراحت کنند، دم بگیرن که دیگه مقصد وقتشون برده میگذرونند. ضررش همیه که آدم‌ها خنک میخورن، برای اینکه جوی خنکیدن گوش نمیمونن، تاش نمیمونن، افتاب میزنشون نمیه. مارشیروفکا برای دانشجویان خیلی خوب است که هم وقت آنها خوب میگذرد و هم چه بگم، هم یگان رقص و بازی یگان چی باشد از خود میگذرد.